پادشاهی ساسانی بالاخره به زانو در اومد. بعد از 5 سال جنگ خونین با عرب، بهشت ایران زمین در اختیار عرب بود. سرزمینی مملو از ساختمان‌های زیبا، دانشمندان و البته زنان و دختران زیبایی. این گفته من نیست، ادعای خود فرماندهان عرب. با تاریخگرد همراه بشید تا در این ویدیو به کم و کیف و کم و بیش حمله عرب به ایران بپردازیم. به تاریخگرد خوش اومدید. برای شروع ویدیو بهتره که به پیشینه این دوتا مملکت بیشتر بپردازیم. اول از ساسانی ها شروع میکنیم. ساسانی ها از سال 602 تا 628 میلادی درگیر جنگ با رومی ها بودند. این جنگ 25 ساله هم باعث فرسایش ارتش شده بود، هم باعث فرسایش مردم شده بود و همچنین اوضاع اقتصادی و داخلی کشور را به شدت نابسامان کرده بود. در ادامه این جنگ ها در سال 628 خسرو پرویز به قتل رسید و در فاصله 4 ساله بین خسرو پرویز تا به تخت نشستن یزدگرد سوم اونقدر اوضاع دربار ساسانی خراب بود که 12 پادشاه بر کرسی حکومت نشسته بودند. این اوضاع آشفته و بی‌در و پیکری مملکت و همچنین قد علم کردن یک سری حکومت‌های محلی که خودشون جدا از ساسانی‌ها میدونستن باعث شده بود که حکومت ایران به شدت ضعیف بشه و البته جنگ‌های 25 ساله بین رومی‌ها باعث شده بود که رومی‌ها هم ضعیف بشن و در این بین یک حکومت نوپا پر از انگیزه و پر از انرژی به دنبال گسترش حکومت خودش بود. اونا کسی نبودن جز عرب. اونها شروع کردن به حمله به سمت ایران و روم. با فوت شدن پیامبر اسلام حضرت محمد در سال 632 میلادی، جناب ابوبکر به عنوان خلیفه اول بر کرسی حکومت خلافت راشدین تکیه زد. ایشون اولین کاری که کرد در سری جنگ‌های رده یا جنگ‌های ارتداد سعی کرد قبایل عرب را آروم و همپیمان کنه. بعد از اون وارد فاز بعدی یعنی گسترش حکومت و حمله به ایران و روم شد. این نبردها رو با نبرد هیره شروع می‌کنیم. نبرد هیره قبلش چندین تا نبرد دیگه بوده که به ترتیب همه اینا رو بررسی می‌کنیم تا برسیم به خود هیره. بریم یکم با سپاه اعراب آشنا بشیم. ابوبکر خالد ابن ولید که یک فرمانده بسیار خونخوار و بی‌رحم بود و به سپهسالاری خودش منصوب کرد. خالد رو با 2000 سرباز روانه سوریه کرد. تو اونجا 8000 سرباز عرب دیگه بهشون اضافه شدن و جمیعاً با 10000 نفر سرباز به سمت عراق حرکت کرد. در عراق قبایل عرب به فرماندهی مسلم ابن حارث شیبانی با مرزبان‌های ایران درگیر بودن و با سپاه ساسانی می‌جنگیدن. این 10000 نفر بهشون اضافه شدن و با همدیگه به منطقه‌ای به اسم حفیر حمله کردند. مرزبان حفیر که نزدیک خلیج فارس هم بود به اسم هرمز این رو به دربار اطلاع داد، ولی فرصت کافی برای اضافه شدن نیروهای دربار بهشون نبود. برای همین خودش وارد جنگ با سپاه خالد شد. در نبرد تن به تن با خالد شکست خورد و روحیه سپاهیانش هم به همین خاطر خیلی تضعیف شد و ایران در اولین نبرد خودش یعنی جنگ حفیر برابر عرب شکست خورد. بعد از حفیر عرب راهی جایی شدن به اسم مزار. در نبرد مزار خالد فرمانده سپاه ایرانی در مزار که کار نام داشت و شکست داد. بعد از مزار خالد حرکت کرد به سمت منطقه به اسم ولجه یا ولجه و اونجا هم با فرمانده ایرانی درگیر شد و تونست سپاهش رو شکست بده. ایرانی‌ها با تلفات زیاد اون جنگ رو هم شکست خوردن و اینجوری بود که در نبرد حفیر، مزار و ولجه خالد تونست پیروز بشه و بره به سمت فتوحات بعدی خودش. بعد از این سه تا نبرد یه نبرد دیگه هم به اسم اولیس در ساحل رود فرات انجام شد که خالد اون رو هم پیروز شد و بعد از اون بود که تازه رسید به نبرد هیره در سال 633 میلادی. در هیره فرمانده ایرانی که آزادبه نام داشت اصلا به جنگ نیامد، فرار کرد و اینجا هم پیروزی نصیب خالد شد. بعد از فرار آزادبه خالد رفت به سمت نبرد انبار، نبردی که هیچ وقت انجام نشد چون فرمانده ایرانی اونجا به اسم شیرزاد تصمیم گرفت با عرب صلح کنه. عرب کلا 2 تا گزینه پیش روی همه میذاشتن: یا با ما صلح کنید و تسلیم بشید و به ما خراج و مالیات بدیم، کاری باهاتون نداریم، از شهرتون عبور میکنیم و یه حاکم عرب اونجا میذاریم، یا اینکه انقدر با ما بجنگید که بزنیم قلاقمتون کنیم. اون هم با فرمانده کسی مثل خالد ابن ولید که توی یکی از جنگ‌ها به اسم جنگ رودخانه تصمیم گرفته بود که جوی خون راه بندازه. برای همین سر 70000 نفر رو از تنشون جدا کرد که جوی خون راه بیفته. در آخر هدفش میسر نشد و مشاورینش بهش گفتن که آقا اشکال نداره، بیا یکم از این آب رودخونه به خون اینا اضافه کن، این جوی تو راه بیفته، بریم سراغ فتوحات بعدی.
با چنین افرادی ایرانی ها می‌جنگیدند و چنین فرماندهان خونخواری و باش در طرف بودند. به هر حال بعد از صلح با شیرزاد و عبور از نبرد انبار در سال 634 ابوبکر نامه داد به خالد که آقا نصف لشکرتو بذار تو شام، با نصف دیگش برو به بقیه کارات برس و البته حاکم شام رو هم مسلم ابن حارث شیبانی اعلام. در همون سال 634 عمر ابوبکر کفاف نداد که ادامه فتوحات مسلمانان رو ببینه. ابوبکر فوت کرد و بعد از اون عمر بر کرسی حکومت نشست. تقریباً 2 سال ما نبرد خاصی بین ایران و عرب نداشتیم، در حالی که عرب تا شام پیشروی کرده بودن و این 2 سال بیشتر درگیر مسائل داخلی خودشون بودن. فقط در این بین یه بار ایرانی‌ها رفتن حیره رو از عرب پس گرفتن که دوباره با ضد حمله عرب شکست خوردن و حیره رو تحویل عرب دادن. بعد از اینها میرسیم به یک نبرد بسیار مهم و معروف، یعنی نبرد قادسیه یا به عربی معرکة القادسیه. این نبرد در شوال 15 هجری قمری یا نوامبر 636 میلادی به وقوع پیوست. در این نبرد سپاه عرب به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و سپاه ایرانی به فرماندهی رستم فرخزاد که یک ویدیو شورت و یک توضیح مختصری راجع به ایشون داخل چنل هست میتونید به تماشا بکنید داریم، با همدیگه به نبرد پرداختن. بعد از 4 روز نبرد خونین اول فتوحات با ایرانیا بود، اونها پیشروی کرده بودن اما کم کم خسته شدن و سپاه تازه نفس عرب بهشون اضافه شد و تونستن ایرانی‌ها رو شکست بدن و متاسفانه توی این جنگ رستم فرخزاد هم کشته شد. غنایم بسیاری مثل درفش کاویانی هم به دست عرب افتاد. معمولا توی منابع تاریخی تعداد سپاهیان ایران رو چندین هزار نفر بیشتر از عرب معرفی میکنن. این هم به خاطر اینه که نگارنده های این متون اکثرا عرب بودن و اینجوری میخوان فتوحات خودشون رو بزرگتر نشون بدن. همونطور که اول ویدیو گفتیم این شکست های پیاپی ایران به خاطر جنگ های طولانی بین ایران و روم بوده که 25 سال هم طول کشیده و اوضاع نابسامان داخلی و اقتصاد ضعیف و لشکر فرسوده باعث شد که ایران نتونه مقابل عرب دووم بیاره. بعد از نبرد قادسیه سعد بن ابی وقاص 2 ماه تصمیم گرفت داخل قادسیه بمونه و بعد از اون به سمت مدائن و تیسفون لشکرکشی بکنه. تیسفون پایتخت امپراتوری ساسانی بود، شهر به شدت زیبا و یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای اون زمان بوده که خود عرب‌ها بهش میگن مدینة البیضاء یا شهر سفید یا شهر نورانی. میگن که تمام کاخ‌ها و ساختمان‌های این شهر از مرمر سفید تولید شده و همچین چیزی توی اون زمان مخصوصا برای عرب که اکثرا خونه‌های کاهگلی دیده بودن خیلی چیز عجیبی بوده و همین هم باعث شده که فرماندهان عرب اقرار کنن که ما وارد بهشت شدیم. به هر حال توی سال 16 هجری عرب 2 سال تیسفون رو محاصره کردن. البته این عدد 2 سال خیلی دور از ذهن میاد و در مورد صحت اون یکم شک هست، به خاطر اینکه 2 سال واقعا خیلی سخته که بشه یک شهر رو محاصره کرد و همچنین سپاه‌ها و نیروهای تازه نفس رو بیرون دروازه‌های شهر نگه داشت. برای همین راجع به این 2 سال یکم شک هست، ولی خب عددیه که ذکر شد. در بین این 2 سال محاصره هر از شنگای ایرانی‌ها بیرون دروازه شهر با عرب درگیر می‌شدن، دوباره برمیگشتن داخل. کم کم دیگه اوضاع سخت شد، قحطی اومد و سپاه عرب هم بی‌طاقت شد. در همین بین بود که یزگرد سوم از کاخ مدائن تصمیم به هجرت گرفت، حرم و اموال خودش رو برداشت و رفت به سمت محلی به اسم حلوان. برادر رستم فرخزاد یعنی زاد فرخ به سپهسالاری لشکر در اومد و داخل تیسفون موند. سعد بعد از اینکه متوجه شد پادشاه و یه سری مردم غنایم رو برداشتن و از دروازه‌های شرقی شهر گریختن و پا شدن رفتن یه جای دیگه، با خودش اینجوری فکر کرد که اگر بیشتر محاصره رو ادامه بده دیگه چیزی از غنایم براش باقی نمونه. برای همین شبونه حمله کرد، از رود دجله گذر کرد و رسید پشت دروازه‌های شهر تیسفون. حمله در شب انجام شده بود. دیدبانایی که حمله عرب دیده بودن فریاد زدن دیوان آمدن. اکثریت سربازا فرار کردند، عده‌ای که باقی مونده بودن با زاد فرخ وارد مبارزه با عرب شدند، ولی خب در نهایت شکست خوردن و شهر به تسخیر عرب در اومد. تیسفون در اختیار عرب بود. قتل و غارت و تجاوز به زنان و دختران ایرانی در اون شهر زبان زده همه شده بود، به حدی که عمر خودش میگفت من میترسم از فرزندانی که این زنان بخوان به دنیا بیارن. به هر حال تمام کتابخانه ها، تمام ساختمان های مهم شهر در آتش جهل و کینه‌توزی عرب سوخت و از بین رفت و تیسفون شهر بیضاء به تسخیر عرب در اومد. و بعد از مدتی از اون همه عظمت و شکوه تیسفون چیزی باقی نبود و مخصوصا با رونق گرفتن بصره و کوفه دیگه اسمی از تیسفون در میون نم. از تیسفون که بگذریم میرسیم به جنگ جلولا.
لازم به ذکره که خدمتتون بگم زادفرخ در نبرد تیسفون شکست خورد اما کشته نشد و به جلولا فرار کرد. برای همینم هدف بعدی حمله اعراب شد جلولا. حالا بریم سراغ جنگ جلولا. در این جنگ خبر به صدر رسید که پادشاه ایران یزدگرد سوم داره لشکری آماده میکنه که بیاد تیسفون رو پس بگیره. برای همین پیش دستی کرد و با 12,000 نفر حمله کرد به سمت جلولا. در اونجا زادفرخ و مهران رازی به مقابله با اون پرداختن که کماف سابق به دلیل فرسودگی لشکر و نبود امکانات و غنایم ایرانی ها شکست خوردن و نبرد جلولا رو پیروز شد. هدف بعدی صدر رسیدن به حلوان و کشتن یزدگرد سوم بود، اما از عمر بهش نامه رسید که این کارو نکنه، همونجا بین منطقه میان رودان بمونه و شهرهای کوچیک رو تسخیر و تصرف بکنه و پایه‌های حکومتش رو محکم‌تر بکنه. همینطور هم شد. حمله به حلوان عقب. بعد از مدتی بالاخره طاقت عرب‌ها تاق شد و اونها حمله کردن به سمت حلوان. حلوان رو تصرف کردن، به قدری در اونجا غنایم و سکه به دست آوردن که سهم هر یک از سپاهیان 30,000 درهم شد و البته دوباره و متاسفانه کماف سابق زنان و دختران ایرانی رو به کنیزی گرفت. تقریبا از حکومت و لشکر ساسانی چیزی باقی نمونده بود. هرچه بود و نبود دور هم جمع شدن و میرسیم به آخرین جنگ، یعنی جنگ نهاوند. در 5 ربیع الاول سال 21 هجری قمری، 25 بهمن 20 هجری شمسی، 14 فوریه 642 میلادی، جنگ نهاوند. یکی از مهمترین جنگ هایی که بین ایران و اعراب رخ داد و البته آخریش میتونه باشه، برای اینکه اعراب اون رو فتح الفتوح نامگذاری کردن. دلیلش هم این بوده که بعد از شکست ایرانیان در جنگ نهاوند دیگه حکومت مرکزی نبود، حکومت قدرتمندی نبود، ارتشی باقی نمونده بود که بخواد ایران رو از اعراب پس بگیره و اعراب همه کاره کل سرزمین ایران شده بودن و بعد از اون هم حمله کردن به جاهای مختلف مثل سیستان و گرگان که البته معروف به جنگ جرجان نه گرگان. حمله کردن و جاهای مختلف رو گرفتن و این جنگ نهاوند یا فتح الفتوح آخرین جایی بود که لشکر رسمی ایران با حمایت حکومت مرکزی وارد جنگ با اعراب شد و این گونه بود که دولت ساسانی بعد از سده‌ها حکومت، جنگ‌های زیاد، کشورگشایی‌های زیاد به زانو در اومد و بهشت ایران زمین تقدیم اعراب شد. ما هم در همینجا پرونده این ویدیو رو میبندیم. امیدواریم که تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو خدمت شما عرض کنیم. اگر شما هم دوست دارید در بین 10 الی 15 دقیقه اطلاعات مفیدی رو با زبان ساده به دست بیارید، تاریخگرد بهترین جا برای شماست. لایک، کامنت و شیر کردن ویدیو یادتون نره تا داستان بعدی و موضوع تاریخی بعدی بدرود.